آیا هاشمی رفسنجانی به قتل رسید؟ موضوعی که میشه راجبش ساعتها فکر کرد و ساعتها تحقیق کرد. گفته ها و ناگفته های زیادی وجود داره که امروز تو این کلیپ، تو این چنل، تو این کانال قراره با همدیگه بهش پرداخت بکنیم. ببینیم چی شد که خیلی از پزشکاش میگفتن که ایشون تا 10 سال قرار زنده باشه و هیچ مریضی قرار نیست سراغش بیاد. چی شد که یهویی دار فانی رو ودا گفت؟ یه قتل معموس یا یه فوت طبیعی و کاملا نرمال؟ علی اکبر هاشمی بهرمانی، معروف به اکبر هاشمی رفسنجانی، روحانی سیاستمدار، رئیس جمهور سابق ایران، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی. هاشمی 19 دی ماه 95 وقتی توی صخر کوش متعلق به مجمع تشخیص واقع در نزدیکی مجموعه سعادت آباد مشغول شنا کردن بود، دچار عارضه قلبی میشه و عملیات احیاشون توسط محافظا حاصلی نداشت. حوالی غروب آفتاب به بیمارستان شهدای تجریش منتقل میشه، اما تلاش یه ساعته واسه احیای قلبی نتیجه نداشت و ایشون تو سن 82 سالگی فوت میکنن. از اونجایی که خانواده ایشون ادعا میکنن هاشمی کسالت و بیماری خاصی نداشت و همچنین یه سری مدارک و آزمایش خاصی وجود داره، ایست قلبی و مرگ ناگهانیشو مشکوک میدونن و ظاهرا سرشو زیر آب کردن. محسن هاشمی پسر رفسنجانی میگه آیت الله هاشمی با اینکه تو 82 سالگی به سر میبردن و نمیشه گفت قطعا بدنشون تنظیم و سالم بود، اما روز قبل از فوت هیچ حال نامساعدی نداشت و سرحال بودن. حتی خاطراتشون رو نوشتن. ایشون اون روز تو دفتر خاطراتشون رو نوشتن که صبح زود مهدی، محسن، یاسر و عماد اومدن. سر صبحانه مذاکرات مفصلی درباره بسیاری امور سیاسی و اجتماعی و زندگی و زندان و پرونده مهدی داشتیم. بعد به دفتر رفتن. جلسه کمیسیون نظارت برای بررسی انطباق برنامه ششم با سیاست‌های کلی داشتیم و کلی بحث کردیم. از طرف دولت آقای دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه آمده بود و از سوی مجلس آقای حاجی بابایی نماینده همدان و رئیس کمیسیون تلفیق 5 بند را که مخالف سیاست‌های کلی بود بررسی کرد. محسن میگه حتی همون روز آقای قاضیزاده هاشمی هم باهاشون دیداری داشتن. به گفته محسن و فاضل رفسنجانی، ایشون به خاطر ترور سال 58 توسط گروه فرقان چون تیر خورده بودن کمرشون درد میکرد و هفته‌ای 2 بار شنا میکردن. چند وقت بعد از فوتشون سند ادرار رو به آزمایشگاه میدن و اعلام میکنن که درجه اشعه آلفای رادیواکتیو هاشمی 10 برابر بیشتر از حد نرماله. حتی بعد از انجام آزمایش از همسر و دختر آیت الله متوجه میشن که میزان رادیواکتیو اونا هم از حد نرمال بالاتره. ولی نکته جالب توجه اینجاست که رادیواکتیو ربطی به سکته قلبی نداره و فرد رو دچار حمله قلبی نمیکنه، بلکه باعث سرطان و خیلی بیماری‌های دیگه‌ای میشه و این یعنی ممکنه ماجرای دیگه‌ای تو پشت پرده پنهون باشه. یکی دیگه از مواردی که گفته میشه اینه که خانواده‌شون اجازه کالبد شکافی ندادن، در صورتی که خانواده‌شون مدعی شدن که هیچ گونه اجازه‌ای از ما گرفته نشد و کالبد شکافی هم انجام نشد. در ادامه تردیدها در مورد قتل رفسنجانی، رسیدگی به پرونده مرگشون به شورای عالی امنیت واگذار شد و تعدادی از اعضا با خانواده‌شون دیدار داشتن. پسرشون محسن گفتش که به ما اجازه دیدن فیلم‌های باغ صخری که پدرم اونجا بودن رو نمیدن و دخترشون فاطمه مدعی شد که پدرشون رو دیر به بیمارستان رسوندن و اجازه ندادن پزشک بیمارستان ایشونو معاینه کنه و صبر کرد تا پزشک دادستانی بیاد. همچنین مدعی شدن حوله‌ای که حین انتقال ایشون به بیمارستان تنشون بودن به مواد رادیواکتیو آلوده بوده. اگرچه که شورای عالی امنیت ابتدا مسئله آلودگی به رادیواکتیو رو مطرح نکردن و بعداً یکی از مسئولین دولتی این موضوع رو به گوش خانواده‌شون رسوند. یکی دیگه از ابهامات اینه که وصیت‌نامه رفسنجانی بعد از مرگش مفقود میشه و فاطمه رفسنجانی گفت بعد از مرگ پدرش عده‌ای به دفتر کارش تو مجمع میرن و محتویات گاف صندوقی که اسناد مهمی توش بود رو از جمله همون وصیت‌نامه احتمالی رو با خودشون میبرن و دوباره فیلم‌های دوربین مداربسته اون قسمت به طرز عجیبی پاک شده بودن.
همچنین دخترشون میگن ایشون هیچ وقت روز یک شنبه به استخر نمیرفتن و همون روز از من خواستم به دیدارشون برم که من چون نوبت دندون پزشکی داشتم گفتن لازم نیست بیا. برادر هاشمی محمد هاشمی هم گفته که ایشون همیشه بدون محافظ به درون استخر میرفتن و قبل نماز از استخر خارج میشدن، اما روزی که این اتفاق افتاد محافظان متوجه تأخیرشون شدن و وقتی رفتن در زدن و جوابی نگرفتن وارد استخر شدن و دیدن ایشون روی آب معلق هستن. طبق گفته های محسن رفسنجانی در طول سالهای اخیر مخصوصا سال 92 و 93 که هاشمی به صورت جدی به انتخابات ورود کردن و کاندید شدن حوادث و سوانح عجیب و غریبی براشون رقم خورد. یکی از این اتفاقات مربوط میشه به نیمه شبی که یه فرد غریبه نصف شب وارد مجمع میشه و اونجا آتش سوزی ایجاد میکنه و یکی از منشی‌ها زخمی میشه. محسن میگه بعد از اون اتفاق استخر خودش رو سریع به بیمارستان شهدای تجریش میرسونه. یکی از محافظین بهش میگه که پزشکا میگن آب توی ریه‌های هاشمی نبود و پاسدارا هم میگن که یکم نبض داشته، در صورتی که پزشک در حال احیا گفته موقعی که هاشمی رو به بیمارستان رسوندن هیچ نبضی نداشته. این تناقضا یکم ماجرا رو از مرگ طبیعی پیچیده تر میکنه و اینجاست که احتمال داده میشه آیت الله به قتل رسیده باشه. علاوه بر افراد خانواده هاشمی، غلامعلی رجایی مشاور سابق هاشمی از جمله افرادی بودن که به شایعات قتل ایشون دامن زدن و گفتن از زبون همسر ایشون شایعه شده بود که هاشمی 10 روز قبل از مرگش با نام بردن از افرادی گفته که روزی آنها مرا خواهند کشت. حالا این افراد کی بودن چی بودن نمیدونیم. روزی در جمع یاران به بهشتی گفتم این تهمت‌های تلخ آزارت نمیدهد. نگاهم کرد و گفت این آسیاب به نوبت است، نوبت تو هم خواهد رسید. چقدر این روزها بی شما سخت می‌گذرد دوستان. من تا نیمه راه آمدم، مشیت این بود که بمانم تا نوبت به من برسد، تا در سنگ زیر و بالای آسیاب صدای شکستنهای خود را بشنوم و بچشم. دلم که میگیرد گاهی یاد امام آرامم میکنه. به چشمهایش که هنوز 1000 حرف نگفته دارد. با وجود تمام این گفته ها قطع به یقین هنوزم ناگفته هایی وجود داره که میتونه ابهام زدایی کنه، اما کسی نمیدونه و شاید یه روزی رسید که حقیقت مرگ عجیب هاشمی رفسنجانی آشکار بشه. در گذشته آیت الله هاشمی رفسنجانی مرگ مرموز و پیچیده‌ای رو رقم زده که بعد از گذشت 7 سال هنوز کسی نمیدونه که ایشون به قتل رسید یا به مرگ طبیعی مرد، یا اینکه دستای پشت پرده‌ای بوده تا بتونن یه قتل تر و تمیز رو شکل بدن، اونم توی استخر. مرسی که تا اینجا با ما همراه بودید. یه پرونده جالب رو با هم باز کردیم، بررسیش کردیم، جدا از هر گونه شائبه سیاسی یا جناح سیاسی اومدیم این موضوع رو بررسی کردیم. اگر دوست داشتی کلیپ، اگه مورد پسنده لایکو بزن، دوست هم نداشتی نزن، ولی دوست داشتی بزن خودت و سابسکرایب کن.